من یه مسابقه داشتم خیلی چند وقت پیش و خیلی سخت بود آماده کردنم برای این. وزنم زیاد شده بود، سخت بود وزنمو بیارم پایین. بعد اینجا توی قفسش هم تمرین میکردم، هر روندی یه آدم جدید میفرستادم. بین روند 5 و 6 بود، یه روند دیگه مونده روند آخر دیگه دستکشا رو در آوردم، گفتم من خسته شدم میخوام برم آب بخورم. اومدم اینجا تو رختکن، یه جوونی 14 ساله بود، لباس جوجوتسو داشتنش میکرد. گفت خسته ای؟ منم اصلا حوصله صحبت نداشتم. یه نگاهی بهش کردم، گفتم آره. آبمو خوردم، همون که نشستم اینا داشتن داد می‌زدن رضا مثلا 30 ثانیه مونده بیا. این یه سوال دیگه کرد. من همچین با عصبانیت جوابش دادم. سوال سومش این بود، ببینم خیلی سخته این که کاری که داری میکنی؟ گفتم آره خیلی سخته. همین که سرمو انداختم پایین یه جواب خیلی قشنگی داد. گفت مسلمه سخته، اگر آسون بود همه این کارو میکرد.